سلام خدمت همه همراهان شرکت اهلاس ماشین کرج. دستگاهی که تو این ویدیو مشاهده می‌کنید یک دستگاه خشک‌کن مینیه. با استفاده از این دستگاه می‌تونید انواع محصولات مثل میوه و یا محصولات مشابه رو به سادگی خشک کنید. این دستگاه داره یک پنل بسیار کاربردیه که با استفاده از این سنسور میتونیم به سادگی میزان دمای داخل کابین، با استفاده از این قسمت میتونیم میزان رطوبت داخل کابین و با استفاده از این کلید میتونیم فن سانتریفیوژ بالای دستگاه روشن و خاموش بکنیم. و در صورتی که به سنسور رطوبت سنج نیاز نداشته باشیم، با استفاده از این کلید میتونیم به سادگی سنسور رو غیر فعال بکنیم. قسمت کابین این دستگاه شامل 20 عدد سینی 60x80 میشه که با استفاده از یک واگن که در زیر اون تعدادی چرخ قرار داره میتونین سینی‌ها رو داخل دستگاه قرار بدین و با این عمل میتونیم به سادگی محصول قرار بدیم و خارج کنیم. در قسمت در و دیوارهای دستگاه از پشم سنگ استفاده شده تا به خوبی از هر گونه هدر رفت گرما در داخل دستگاه جلوگیری بکنه. این دستگاه در قسمت بالایی داره یک فن سانتریفیوژ برای گردش گرما و یک مشعل 1:3 در قسمت پشتی باشه. در صورتی که می‌خوایم این دستگاه رو خریداری کنیم، به سادگی میتونیم با کار سنتر فروش ما در ارتباط باشیم.